چه گولی زدم ای واسه چی کاری تو بازمون نگیر دیگه میخندی؟ به من میخندی؟ نیشتو من گنده بگم رخشم کو اگه 3 دور بزنه حتما امشب میاد اما اگه 4 دور بشه نیم 1 2 3 خوشبین شانس من داشت تو باز میگی که من باز بدم اتوبوسه بادشه اینجا پارک میکنه ما از اخبار جوانه ها اومدیم تا درباره اختراع شما یه گزارش ثبت کنیم. لطفا خودتون رو معرفی کنید. ببخشید امید جان مامان یه ذره سرتو بالاتر بگیر. آقا امید به دوربین نگاه کن. 3 2 1 حرکت. به نام خدا دستگاهی که من اختراع کردم کات. سام بند کفشات وازا یه کتونی سالم نذاشتی ها بالایی رو ببر زیر آها از زیر بیار بالا بیا
همه چی رو موبایلو کردی تاش با نمک بازی هم در میاری؟ به خدا نمیخواستم اینجوری بشه. همیشه همین حرفو میزنی، چه فایده؟ این یارو همون تعاونیه. بچه ها میگفتن اعصاب نداره. بدبخت تیر دروازه ها رو بگو. من که دیگه تو قلدکم هیچی پول ندارم. بلون ها درست صحبت کنم. با تو نبودم حالا که جواب میگیرته. حالا کی میخواد از بابا پول بگیره؟ شما سر کله‌تون پیدا شده؟ چمنه میکردین؟ واسه تیر دروازه تو کمی پول. پول؟ فوتبال میخوایم بازی کنی؟ 2 تا پا آجر بذارین یه تو پلاستیکی خلاص. آخه همه بچه ها دنگ بذارن نمیشه که. من از این پولا ندارم خرج اینا بکنی. اوه مکبوری ببین کی میگه کو باغوری. میشه چیزی در گوشتون بگم؟ شاهین اومدی بابا؟ آقا اینم دنیا من برای تیر دروازه. من پولا رو جمع میکنم. وای بابا تو سسوده باش بری گیمه. سرتون افتاریم به جون هم. سام دنگشو نمیذاره، قول و رازی هم در میاره. من کی گفتم دنگمو نمیذارم؟ الان پولم دام نیست. تازه خودت هم نذاشتی ها. انقدر سر همون نخوری، پول جور میشه. من میرم زمین یه سر گوش یاب بدم. شما برین مغزوس مراد. آخه اون که مجانی تیر دروازه نمیسازه. خب مجانی بریم آهنگارازه پیدا کنیم. تو حیاط خونه ما یه خورده لوله موله هستا. شاهین یه دقیقه اینجا وایسا، من برم دستشویی بیام. باش برو. ببخشید دیر شد شاهین. بیا بریم. شیطونه میگه چارچرخشو بزنه مثل لاشه این توپ پنچر کنه. خیلی نامرده. هر کی اون بالا سرش میومد همین کار میکرد. والا چیکار کنیم؟ واقعا دیگه جایی نمونده که نرفته باشیم. اینا که تو زمینه ها. خب لوله باید تو زمین باشه دیگه داداش. اینا لوله آبی فاضلابی چیزی نیستن؟ نه موقع جام جهانی لولا پوسیده بود رو کار کشیدیم. بزن با من داداش. باشه. چرا فشار آب کم شد؟ سرم کفیه. مهروز برو شیرفکنه باز کن ببینم نشتی نداشته باشه. به جا مینم شامپو چسب شد به سرم. پدر صلواتی.
یار استانبولی داری؟ بایی دونگ شاهینو میدی؟ یه ذره پول کم داری. حالا که چی؟ دروازه هم ساختیم ولی دیگه زمینی نمونده که بازی کنی. مردونه دویم بزنیم بریم گیمنس. حالا که اینطور شد جای بازی آمد خوبه؟ من که گفتم نفس آنم بگیرم. من که گفتم دوم بزنی بریم گیمنس. من که باید تمرین کنم. امتحان ورودی مدرسه فوتباله؟ آره بابا خودمون میدونیم 100 بار تا حالا گفتی تردو آمادگی. گفته بودم؟ آره دیگه باید خودم رو فرم نگردارم. جایی نیست که تمرین کنی. هیچ جام نشه تو خونه ما که میشه. راست میگی؟ نمیشه فتا همه میگن تو حیاط خونه شما بازی کنی؟ تو چرا الکی همه چی بزرگش میکنی؟ این بچه هیچ چیش نیست. ببخشید تو زیادی بیخیالی ولی مشکل این بچه به اندازه کافی حاد هست. ندیدی اون روز جلوی گزارشگرا چجوری به تته پته افتاده بود؟ خب اینا همش نتیجه افراط و تفریط خودته. دست شما درد نکنه. دلیل دیگه ای نداره. این بچه از بس که تو اجتماع نرفته اعتماد به نفسش رو از دست داده. به مرور زمان هم خوب میشه. اونو خام نخور. معلوم از صبح کجایی؟ در یخچالو ببند زبونم مودر رو باشا مگه یتیم گیر آوردی میزنیش؟ بیا اینجا مامان ولش کن. نصف شب آروم بگیر. حاجی هی میگم تابستونه ببرش تن حجره شاگردی کنه بلکه انرژیش خالی شه. بعد خیار و خربزه که به عالم آدم رسیدی دادار دودور کردی بچم استعداد فوتباله میره بوندسلیگا. حالا که هواییش کردی دیگه این دم حجره بمونه؟ به به چه بویی رو انداخته کاپتان. سلام. سلام بریم ماهت بابا. چطوری؟ خسته نباشی. سلامت باشی. من که از صبح میخ شدم به صندلی بابا خسته نیستم. خودت خسته نباشی همش پای باز وایسادی. امروز زوری زنگ زدم جواب ندادی بابا. یه زنگ میزدی. مامانت زنگ نزد امروز؟ من قرار بود زنگ بزنه. نه گفتم شاید همینجوری زنگ بزنه یه حالی ازت بپرسه. عوضش چشمایی بزنن امشب پدر و پسر چجا اگه نه سلام پشت سجاد بخواه. سامی مامانی بلند شو مسواکتو بزن برو سجاد بخواب. چه آدمی هستی تو؟ میذاشتی بره بعد میمونیم بازی منو میکردی. چی میگی تو؟ اگه با آقام نمیگفتم مامانم سفت آمارمونو میداد. هر کی مایتی داره بذاره بریم فیفا 2010 تازه حالش هم بیشتره. صبر کنین من یه جای سراغ دارم. خطا روش کن. شاهین ببند دهن تو پسری خلوچه. سلام آقا ماشاءالله. سرسام گرفتم از دست شما. اینجا جای بازیه. معذرت میخوام فکر کردیم خونه نیستیم. خبر مرگم گیرم که خونه نباشم. باید سقفو بیارین پایین. شما به بزرگی خودتون ببخشید. قول میدیم آرومتر بازی. آرامتون نداره. از وقت که پاتونو گذاشتین تو این خونه خواب و خوراک به من حروم کردین. تا قبلش که مدام صدای دوام مرافعه بود و ظرف شکستن. مادرت که رفت گفتیم خلاص. نگو آقازاده
میخواد تلافی همه رو یه جا در بیاره. خودشه. خیلی هم محله خودمون دوره ها. این وحید توهم داره، الکی داره ما رو دنبال خودش میکشه. لابد چیزی دیدی که اینطوری خواب نمون شده. به خدا همینجاست، فقط درش کن. اینجا که 2 قدم ورده با مخ رفته تو حوز. بچه‌ها به خدا اینجا نیست. اونی که من دیدم دورش پر درخت بود. بچه‌ها بیاین اینجاست. بیا. وایستادین منو نگاه میکنین که چی بشه؟ بریم بقیه فرشا رو بیاریم، یه عالمه کار داریم. کجا داری میری؟ ما اومدیم اینجا فوتبال بازی کنیم یا قالی بته کنیم؟ نمیشه یه کار بهش بریم که اینجا من فوتبال بازی کنیم. مسجد ها زن فوتبال که نی. بریم بابا بریم، شرم میشه. فردا اگه در همسایه بفهمن که تو مسجد گل کوچیک زدیم سایه‌مونو با تیر میزنن. تو میخوای بری برو داداش. کی گفته نمیشه تو مسجد بازی کرد؟ آقا کی گفته میشه بازی کرد ها؟ شاید اگه کمکش کنیم بذاره. این حیاته که خالی این پشت افتاده. اونم همونجا بنداز. باریکلا. امروز کارستون کردینا. باریکلا بابا. خدا قوت بده به بازوهاتون. ماشاءالله. 1000 ماشاءالله. آقا مصطفی
تازه از شهرستان برگشتین؟ من؟ میگم چرا صدا سیمات به هم ریخته. نگو این گیرندم در اومده. خب حالا چی گفتی شما؟ ما حاجی؟ هنوز که هنوزه حاجی نشدم، همون مشنمت سابقم. خب این مشتبه داداشته دیگه ها؟ بله بله. اینا کیان؟ رفیقاتن از شهرستان اومدن؟ شما چرا پای چشت کبوده؟ دعوا کردی؟ ها بله. یعنی نه خوردم تو زمین. مصطفی بابا از فردا بیا اینجا مکبر وایسا باشه؟ یا علی. بچه ها دعا کنیم مشتبه مصطفی واقعی پیدا نشن، وگرنه کارمون زاره. اینی که من دیدم هر روز یه کاری دستمون میده. چه خیالیه؟ اگر بذاره بازی کنیم من حاضرم کل مسجد براش گردگیری کنم. برو بابا، من که حوصله همانگی رو ندارم. الان که وقتی حرفا نیست، بیاد بریم خونه نهار بخوریم، بعدش بعد از اون ببینیم چی میشه. خب باشه، الان ساعت 3 جلوی مسجد. خوبه؟ وقتی میرفتیم این اینجا بود؟ از ساعت 15 الی 16 و 30 دقیقه خانواده 60 سواری. چیه؟ دنبال اسممون میگردی؟ همش سرکاریه. خب صبر می‌کنیم تموم شه. بعدش چی؟ حتما میخواد برو بگه آقای قاطی پاتی میشه تو عید پشتی گل کوچیک بزنیم؟ خب چه ایرادی داره؟ این که کاره نیست، صاحبش بیاد بیرونمون میکنه. الشمس والقمر بحسبان اینا چه ساده. یارو همه گیر آورده نه؟ یارو نه، مشته من. چی فهم شدی؟ برو بابا یه سری به خودت بزنی چندی. بسته دیگه بازی بسته، بیا بریم تو. بیا باریک. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. مشتمت راستش میخواستم بگم. چی میخواستی بگی بابا جون؟ بگو ببینم. فقط میخواستم بگم خسته نباشید. سرت سلامت. خاطر جمع. چیز دیگه نمیخواستی بگی؟ نه. چرا بهش نگفتی؟ خب روم نشد. رو نمیخواد. میگفتیم میشه تو عید پشتی بازی کرد یا نه؟ ای راست چرا خودت نگفتی؟ اولندش به تو چه؟ دومندش تا بزرگتر است کوچیکتر. چیه؟ چرا نگاه میکنی؟ اصلا خودم برم تو سینه‌اش. میگم مشت من یا مثلا فوتبال بازی کنیم یا فردا دیگه دست به سیاه‌سفید نمیزنیم. خوبه؟ آی آدم دست پاچه با 2 تا پا میره تو یه پاچه. ببینم شما 6 ماهه به دنیا آمدین، 2 تا فرش جارو زدین، 4 تا هم چایی دادین، دیر اومدین زود میخواین برین. تو و داداشت از وقتی راه رفتن یاد گرفتین تو اون حیاط پشتی بالا پایین میپریدین. قبلا تیله بازی و حفصن، حالا دیگه واسه خودتون مرد شدین، تیر دروازه زدین و دبدبه و کبکبه درست کردین. برای من که فرقی نمیکنه. من که نمیخوام به زور از شماها بیگاری بکشم که. نه مشنمت،
ما خودمون دوست داشتیم به شما کمک کنیم، مگه نه بچه‌ها؟ آره. جدی؟ خب پس حالا بریم تو اون حیاط پشتیه، هر چقدر دلتون میخواد توپ در کنیم. خطاست. کاشته از راه دور. کدومتون بلده سود بزنه؟ آقا ما. خب پس چرا معطلی؟ این دوستتون که سود زد، شما باید ضربه کاشته رو بزنی. شما خودت هم یه کارت زرد میگیری آقا. این دفعه ندارم، ولی از دفعه بعد مجهز با سوت و کارت میام. به جنبین دیگه. سلام علیکم حاج قائری. سلام مشنعمت. زیارت قبول باشه انشالله به حق علی. جاتون خالی بود. انشالله دفعه بعد در میت شما. من خیالم شما فردا برمیگردید. خواستم دکترتون تدارکات ببینم. بزرگواری شما. قسمت شد امروز صبح اومدم. پدرتون بهتره الحمدلله. این بچه‌ها که اصلا نذاشتن من دست به سیاه‌سفید بزنم. راستی حاج آقا دیگه دنبال مکبر نگردین. خدا رسوندش. چطور؟ مصطفی و مجتبی پسرای آسد کریم خدا بیامرزن. مؤذن قدیمی مسجد. واسهتون تعریف کرده بودم که بله خاطرم هست. من ذکر خیر ابویشونو زیاد شنیده بودم. سعادت نداشتم خودشونو ببینم. به جاش توفیق زیارت آقازاده ها نصیبمون شد. خلاصه هرچی از مرام و معرفتشون بگم بازم کم گفتم. الحمدلله که برگشتیم. خب با اجازهتون من دیگه برم مهرا رو بچینم، چیزی به از اون نمونده. اجازه امام دست شماست. دیگه نگران مکبر نباشی. شکر خدا. چتونه شما؟ چرا این سنگ چشم‌دار به من زل زدین؟ امروز داور وای میستم. از فردا کتونی میارم پای پاتون بازی میکنم ها. نشیدین مشنعمت چی گفت؟ تا از اونی چی نمونده. به جنبین دیگه بابا. آماده؟ خدایی فکرشو میکردین یه زمین ردیف با 2 آدم باحال پیدا کنیم؟ نه شیشه که بخواد بشکنه، نه امسایی که بخواد. باش توی محله خودمون هم دور برا بود. تا حالا فکرشو میکردید یه روحانی داور فوتبالشه؟ تیر دروازه ها رو بذاریم همینجا بمونه دیگه، کسی کاری بهشون نداره که ها؟ آره بذاریم. بچه ها خداحافظ، من میرم. منم باید میرم. خداحافظ. عجب بازی مشتی کردیم و خیلی حال داد. من که خیلی گشتمه. تو چیزی نداری بخورم؟ نه شرمنده. خودش بود نه؟
خود راننده اتوبوس است. نکنه تقریبم کرده. اگه میخواست پیدا کنه تا حالا کرده بود. شاید خونش این وراست. نه خونش این ورا نیست. رفت تو مسجد. آج آقا سلام علیکم. و علیکم السلام. رسیدم به خیر. بچه‌ها شما هم دیدید هیچ چیزی بهتون نگفت؟ رفیق حاج آقا در اومد. دیگه نمیتونیم پامونو بذاریم تو مسجد. میریم بهش بگیم که حقاس میکنه نکردیم. یه جوری نگاه میکرد از چشاش آتیش میزد بیرون. آره میخواست خفم کنه. کدوم شیری پاچ خورده ای میخواست خفت کنه؟ سلام آقا جون. سلام. سلام. کی گردن کلفتی کرده؟ هیچکی آقا جون. پس چرا حیرون و ویرونیم؟ انقدر بازی کردیم نفسم بالا نمیاد. انگار میخوام خفه شم. شما اینجا چیکار میکنین؟ نفست بالا نمیاد؟ گوشاتم صدای از اونو نمیشنفه؟ دارم میرم مسجد دیگه. بازی بسته دیگه. برین خونه هاتون. آقام اگه ببینه اونجا داریم بازی میکنیم خونه رام نمیده. اون موقعی که دارم وضو میگیرم پیداش نمیشه. به جاش تاوانی سبز میشه. مگه تو هم بلدی وضو بگیری؟ داشتیم از رو دست حاج حایری میگرفتیم. حاج حایری؟ امید کار خودته. من؟ آره من تو فردا قرار نیست مکبر وایسی. خب قبلش میریم یه سر گوشی با میدیم. آخه من بلد نیستم. من امشب میرم از آقام میپرسم باسد مینویسم. حل دیگه بابا. داریم از گشنگی میریم. بریم بگه. بریم. خداحافظ. آخه شما این چه پیشنهاد دود من انداختی وسط؟ خب حالا مگه چی شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بابا جونم بابا. شما این بوم میاد بابا ببین چی داره میسوزه. بازم از اون آشغالا کشیدی؟ کدوم آشغال بابا؟ آشغال چیه؟ نمیدونه. از همونا که مامان میگفت. من از شما توقع ندارم اینجوری با من حرف بزنیم بابا. بابا من تو رو دوست دارم. اگه اتفاق بد بیفته من چیکار کنم؟ منم تو رو دوست دارم بابا. بابا مامان کی برمیگرده؟ من نمیدونم بابا. نمیدونم. ماشینه رو پیر همچین دست و بالمو تو پوستگردو گذاشته که نگو نپرس. امروز یه مسافرم نشد که بزنم. از صبح تلام یه لنگ پا تو تعمیرگاه. خب بفروش این سرطان و یه دونه از این وانا بگیر و خلاص. وان که خانم مال همومه. ون اونم یه عالمه پولش میشه. قسطی هم که نمیتونم. اجالتا یه 50 تومن بده تا فردا ببینیم چقدر میشه. اینجوری تا آخر ما نمیکشیم ها. حالا خوبه کنار سفره ولو نشده. آی چیکار داریم بچه‌مو؟ روزا میره بازی خسته میشه خب. باشه که ما هم تقاری بودیم خدا. آروم باشی. حتی روز خوابیده. حالا نمیخواد این قیافه رو خودتون بگید. میرم ببینم چی میشه. امید ما به تو افتخار میکنیم.
حالا مگه میخواد بره بمب خونسا کنه؟ تو برو، ما هواتو داریم. چیه؟ میخواین من اینجا وایسم؟ شما برین برای خودتون بگردید. حاضری؟ بگیرش. مشنمت این دیگه نزدیکه ها. بگیرش ها. باشه بزن. محض رضا خدا این یکی رو بگیر. بزن. بگیر. بابا رسیدم بخیر. سلام علیکم. سلام جانم. پس چرا انقدر دیر کردین؟ من 2 ساعت اینجا یه لنگه پا وایسادم که حاج آقا به من یه گل بزنه. مشنمت مگه من ازتون خواستم وایسین تو دروازه؟ خب دروازه خالی، گل زدن که هنر نداره که. تا که دستم میرسد کاری کنم پیش از آن که از من نیاید هیچ کار. از چرا معطل وایسادی؟ خاطرتون خیلی پیش حاج آقا عزیزه ها. استغفرالله داره بهتون حسودی میشه. یا علی حاج آقا. در پناه خدا. یکیتون به من بگه دیشب یهو چی شد که همتون این قول چراغ جادو غیبتون زد؟ این جناب تعاونی رو من میشناسم. همون دوستتون که دیشب کنار حوض باهاش روبوسی کردین. از همون فرداش اتوبوسش رو گذاشت وسط زمین ما هم آواره شدیم تا بالاخره ما اینجا رو پیدا کردیم. برای همینم امروز دیر اومدین؟ پس فکر میکنم دست جمعی عذرخواهی به ایشون بدهکاریم. نه؟ شما دیگه چرا؟ سلام علیکم. من دیگه چرا چی؟ سلام از بنده است. جسارته. شما خبر ندارین اینو چه آتیشی به پا کردن؟ عرض کنم خدمتتون فکر میکنم سوء تفاهم شده. بچه‌ها شرح و ماوقع رو برای من تعریف کردن. همون اتفاق ناخواسته. خودشون هم پشیمونن. بنا شد شما که تشریف آوردین از حضورتون عذرخواهی کنن. کار از عذر و بهونه گذشته. هیچ وقت برای جبران کردن دیر نیست. من از طرف این بچه‌ها عذر میخوام. خواهش میکنم حاج آقا بنده رو شرمنده خودتون نکنید. اختیار دارین. شما بزرگواری. معذرت میخوام. ببخش. سلام. مشکل حل شد. دیگه نمیخوای خودتو تو در سر بندازی. من به مشنمت قول دادم. حالا اون دیروز یه چیزی گفته. یادش میره چه؟ تو انگار دوست داری الکی ادا در بیاری یا؟ تو چته؟
من ادا در میارم یا تو که گوشه که میره از آبایبان پول میکشی؟ من ادا در میارم یا تو که برای خودنمایی مشنمت رو بهونه میکنی؟ خودنمایی؟ ای راست میگی تو رو جای من مکبر وایسا. من دیگه با تو هیچ حرفی ندارم. شاهین من نمیتونم مکبر وایسا. خودتون وایسا. وایسا من خودم وایسا. قلب اصلا نمیارم هیچی نباشه. نمیتونم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. یا الله. قبول باشه حاج آقا. قبول حق انشالله. میخواستم یه چند لحظه وقت شریفتون رو بگیرم. اجازه است؟ هستم در خدمتتون. بنده و بقیه اعضای هیئت امنا در خصوص بازی بچه‌ها مشورت کردیم. دست آخر گفتیم نظر شما رو هم جویا بشیم. جناب لطفیان پدر یکی از بچه‌ها هستن که تازه خبردار شدن. اینطور نیست؟ بله. سلام علیکم. قبول باشه. حاج آقا بنده خبر نداشتم که چنین خطایی ازشون سر زده. و الا زودتر از اینا جلوشون رو میگرفتم. هیچ خطایی از کسی سر نزده. شما پدر کدومشون هستین؟ بهروز بنده‌زاده حقیره. آقای بهروز خان. ماشاءالله. خدا حفظشون کنه. سلامت باشید. حاج آقا خودتون بهتر میدونید که اینجا یه مکان مقدسه. اینطور نیست؟ تقدس اینجا چه منافاتی با بازی کردن بچه‌ها داره؟ منافاتی که نداره. بنده دارم درس پس میدم. ولی خودتون مستحضرید که کسی که میاد اینجا نماز میگذاره یه آدابی داره که باید رعایت بشه. آرامش و آسایش نمازگزاران حرف اول میزن. درسته؟ حضرت رسول سر از سجده بر نداشتن تا بازی بچه‌ها تمام بشه. از اون گذشته من متوجه نشدم تا حالا بچه‌ها مخل آسایش کسی شده باشه یا اینکه شدن من بیخبرم. جسارته. الان که اتفاقی نیفتاده، ولی فردا روزی که بچه‌ها به خاطر بازی بیان تو مسجد، اگه خدایی نکرده اتفاقی افتاد که جبران ناپذیر باشه، اون وقت چه کار باید کرد؟ من بعید میدونم بچه‌ها واقف به این موضوع نباشه. اونا به خوبی اشراف دارن که اینجا مکان مهم و با ارزشیه. اونا برای اینکه بتونن به اینجا راه پیدا کنن خیلی با شعور عمل کردن. الانم بیشتر اوقات کمک‌حال مشنمتن. یه ساعتایی هم صرف ورزش میکنن. این چه طبقاتی میتونه داشته باشه جز نزدیک کردن چند تا طفل معصوم به خونه خدا؟ من فکر میکنم شما هنوز بچه‌ها رو قلباً نبخشید. نه حاج آقا، این موضوع هیچ ربطی به اون اتفاق نداره. چه اتفاقی؟ چیز مهمی نبوده، یه سوء تفاهم بود که برطرف شد. جناب شما که احیانا بچه‌ها رو تهدید نکرده بودی؟ نه آقا، چه تهدیدی؟ خدمتتون عرضم که دیشب تو راه مسجد بنده‌زاده و دوستاشو دیدم که حسابی تو هول و بلا بودن. انگاری از یه چیزی ترسیده بودن. اصلا بذارید خودش رو صدا کنم بپرسم. بهروز کجایی آقا جان؟ آقای لطفیان به نظر بنده نیازی به این کار نیست. بهتر موضوع رو فیصله بدیم. نگرانی آقایون بی‌مورده. شب همگی خوش. شب بخیر. چی بود شاهین؟ بریدی دستتو بابا؟ دست نزن برم چسب زخم بیارم. مامانت کجا میذاره چسب زخم رو؟
آقا جون به خدا ما از مش نعمت و حاج حایره اجازه گرفتیم. در دیزی بازه. حیای گربه کجا رفته؟ الله اکبر الله اکبر تکبیرت. باریکلا. ولی نه نشد. صداتو ول کن آقا مصطفی. هنوز صدات گرفته. گمونم که عرق داشتی باد بهت خورده چاییدی. الان نمیخواد به صدات فشار بیاری، به حنجرت نمیخواد فشار بیاری. نمیدونم چرا وقتی دور برم شروع میشه صدام یهو خروسکی میشه، دستام شروع میکنه به لرزیدن، خیس عرق میشم. خب آخه خیلی وقت این کارو نکردی دیگه. هر کاری پشت کار میخواد، تمرین میخواد. مثل همین فوتبال خودتون، یه هفته ندوین بعد که میخوایم بازی کنیم به هن و هن میافتی. باید تمرین کنی دیگه. چجوری؟ بیا وایسا همینجا. حالا بخون. الله اکبر. نه نشد. ببین سرتو بالاتر بگیر، گوش بکن به صدای خودت، ببین چی میپیچه. الله اکبر. دیدی چه کیفی میده؟ حالا بلندتر بگو. الله اکبر تکبیرت الاحرام. ها باریکلا، ماشاءالله همینه. دیدی صدات هم هیچیش نیست. الان خوبه مش نمد، ولی وقتی اینجا پر آدم شه فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ تو اصلا خیال کن هیچ کس اینجا نیست. اصلا امروز من خودم وای میسم بغل دست دلت شور نزنه. اگه نشد چی؟ آبرون میره. خدا نکنه. ببین هر وقت خوفت گرفتا برو تو بحر این نوشته ها و کاشی های مهراب، دلت آروم میگیره. ها باریکلا. آقا جون هنوز نرفته؟ آقای صبح رفته، کلید در حیاتم با خودش برده که دستم به تیر دروازه نرسه. داداش تیر دروازه ها تو حیات خونه ماست. من هر جور شده تیر دروازه ها رو براتون میارم. فقط این نردبون چارشه. کسی تو خونهش نردبون نداره؟ چیه؟ نکنه میخوایم این بالا پشتمون مسجد بازی کنیم؟ مسجد؟ توی حیات مسجد یه نردبون هست. بچه ها این صدا امید نیست؟ چرا خودشه؟ آره دیگه، رو سیدی چرا صداش پیر نیست. داره به گلش عمل میکنه. الله اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمده. سبحان الله اکبر. الحمدلله. سبحان الله. الله اکبر. الله اکبر. الحمدلله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجهم. قبول باشه. تو داری کجا میری؟ الان نردبون از وسط نیست
میشه. شما که زورتون نرسه. سام نردبون جون نداره ها. پایینو نگاه نکن وگرنه سرت گیجیده. ساکت. اگه مامانم بیدار بشه آقامو خبر میکنه. از من گروهم دوباره میخوایم بریزه سر جاش. تو میگی چیکار کنی؟ آی شاهی دستم. ای بابا یا ابوالفضل. میرسیم سام. تحمل کن سامی. یه دقیقه تحمل کن، تو بیمارستانیم. سامی. سام الان میرسیم، نگران نباش. یکم تحمل کن. بچه بیارش. بچه خدا خیلی به دوستتون رحم کرده که موقع افتادن دستش جلو شدت ضربه رو گرفته. یه شکستگیه که باید گچ بیده. دستشو گچ بگیرین میشه ببریمش خونه؟ به مادرش تلفن زدن تو راهه. در ضمن باید تحت مراقبت قرار بگیره. احتمال داره که ضربه مغزی شده باشه. دیدید گفتم مغزشون موقع یه صدایی داد انگار هندونه ترک. من نگفتم ضربه مغزی شده. گفتم مطمئن باشیم که حالش خوبه. در ضمن کار خیلی خطرناکی کردید. دیگه از این کارا نکن. که از دیوار رفتیم بالا؟ اون که جای خود. ولی باید بدونید هر موقع کسی دچار سانحه‌ای شد به هیچ عنوان نباید بهش دست بزنید. از جاش تکون نمیدید. نه مثل شما که برداشت تو نردبون آوردید. و در ضمن اگر خدای نکرده این ضربه بیشتر به گردنش وارد میشد امکان داشت اصلا دوستتون قطع نخاع بشه. چی؟ یعنی فلج بشه. دست شما رد نکنه. بیار ببر همینجا، من بیشه بلمت. من نصب کردم اگر سام خوب بشه همه نمازمو بخونم. چطوری نصب کردی؟ از مامان بزرگم یاد گرفتم. اول نیت میکنیم. نیت چیه؟ یه دعایی میکنیم که اون چیزی که بخوایم بشه. اگر شد یه کاری انجام میدیم. پس هممون بیایم نیت کنیم تا این اتوبوس تعاونی منفجر بشه. آخه این که نیت نی، این نفرینه. به قول آقام اجر کارتو خراب نکن. یکی رو باید بیاریم دوبله کنه حرفای تو باباتو. یعنی حالا که یه کار مشتی کردیم با حرفای بد خرابش نکن. ببین یه روز نماز میخونه بچه مثبتی شده. یه هفته دیگه بهروز میاد با ریش و عمامه شده عینه و حاج آقا قاهری. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا الله. قبول باشه. آقا موفق خیلی تماس تو. قبول حق باشه ان شاء الله. قبول باشه ان شاء الله. قبول حق ان شاء الله. آقا تقبل الله. زنده باشین. قبول حق ان شاء الله. بفرمان خدا. سلام. به همین زودی میدون خالی کردین؟ نه حاج آقا، امروز یه اتفاقایی افتاد نشد بیایم. چه اتفاقی افتاد؟ هیچ حاج آقا، امروز سام خورد زمین اون دست رو درمانگاه گچ گرفتیم. ای بابا. الان حالش بهتره ان شاء الله. نگران نباشید ضربه مغزی نشده. خب شکر خدا. بریم تا دیر نشده یه سر در خونه‌شون عیادت. بریم. حاج آقا امسال ما تو کتاب قرآنمون نماز یاد گرفتیم. ما یه جاهایشو حفظ نیستیم. میشه اون جایی که حفظ نیستیم و از رو کتاب قرآنمون نگاه کنیم؟ بله، چرا نمیشه؟ فقط یه گوشه‌ای وایسه که حواس دور و بریات پرت نشه. حاج آقا
منم یه سوال داشتم. میخواستم مطمئن بشم ما میتونیم نصر کنیم؟ نصر؟ همونی که اول نیت بکنی بعد میگه اون چیزی که میخوای بشه. حالا چرا نصر؟ شما همون دعا هم بکنی برآورده میشه. البته اگه خودت دوست داشته باشی هیچ ایرادی نداره. خیلی هم عالیه. حالا چی میخوای نصر کنی؟ هنوز نمیدونم. چطوره نصر کنی مثلا هیچ وقت زبونت به دروغ باز نشه. از این چیزا هم میشه نصر کرد؟ چرا نمیشه؟ اتفاقا اینا خیلی بهتر از شعله زرده هاشه. سلام بچه. سلام. تو چیکار کردی با خودت؟ از بالای دیوار. خب نه یعنی داشتم میدویدم. خب یه دفعه با این دستم افتادم زمین. امان از دست شما. کجکی را رفتن خرچنگم از جوونیشه ها. ای دادی بیدار. از دیشب که با حاج آقا اومدیم دم در خونمون، خب دیگه داشتم اینا منو مسخره نمیکنن. خوبه دیگه تنها میرین به ما هم که خبر نمیدید. بعد از نماز خدا حاج آقا گفت بیای. خب میخواد خودت بیای مسجد. بلا یاران سی باشن در بدار. زبانی اند و نانی اند و جانی. نانی نان بده از در برانش. محبت کن به یاران زبانی. ولیکن یار جانی را نگه دار. به راهش جان بده گر میتوان. امروز میخوایم ضربه بغل پا تمرین کنیم. اول خوب نگاه کنیم. یه پاتون رو میذارین کنار توپ، یه پاتون رو مایل میکنین به بیرون، بعد آروم دقیق به وسط توپ ضربه میزنین. امید جان برو کنار. اینطوری. یاد گرفتین؟ حالا دونه دونه انجام میدین. ضربتون رو میزنین. هر کسی ضربهشو زد میره دنبال توپ، پاس میده به نفر بعدی. به اونم میگن پاس بغل. میگیرم میای بریم گیم نت. برو بابا من پولم بابت این بچه بازی ها دور نمیندازم. تو برو حالشو ببر. آخه میخوام برم ولی یه پسر اونجا خوب زدی خودتو ناکار کردی. من که چیزی نیست. هنوزم میتونم بازی کنم. تو چه بازی کنی یا نکنی برات هیچ فرق نمیکنه چون زرتی نفست میگیره. اگه خودت آخر فوتبالیستی هرچی باشه پام که به تو بیخوره. تو چی فقط دور خودت میچرخی؟ الکی قپی نیاد. تو نمیتونی دوتا رو پایی بزنی؟ من نمیتونم. الان بهت نشون میدم. برم بابا. حاج آقا قاهری عرض نکردم خدمتتون بفرمایید تحویل بگیرین. الحمدلله شیشه سر کسی نریخت آقا. آقا ببخشید حتما باید شیشه 1 کیلو کور کنه یا بره تو دست و پای یکی تا شما باور کنید که اینجا جای توپ بازی نیست. آروم باشین آروم باشین. یه سلامات خط کنین. محمد
آل محمد. بهروز واسه چی زدی شیشه مسجد رو چیکوندی؟ آخه من نفهمیدم چجوری تو پس زیر پام در رفت. نفهمیدی؟ همچین میزنم دستم اینو پات قلم بشو. هرچی بدبختی از دست تو میکشیم. چرا حرفی رو جمع نمی کنی؟ چرا زدی شیشه مسجد رو شکوندی؟ آخه من بلد نیستم بند کتونی رو ببندم. هر موقع هم که میخوام شوت بزنم کفشم تو پام لق میزنم. شما خودتون ناراحت نکنید. من از همه عذرخواهی میکنم. مسئولیت این جریان گردن من. حاج آقا نمیشه که هی شما خودتونو بکنید سپر بالای بچه ها. ما به احترام شما هیچی نگفتیم، لام تا کام حرف نزدیم، چشامونو بستیم، ولی هر چیزی حدی داره. شما خودتون ملاحظه بفرمایید، این خورده شیشه ها با جون و سلامت مردم بازی میکنه. حالا هر جوری که خودتون صلاح میدونید مختارید. حق با شماست. من نمیخوام کار بچه ها رو توجیه کنم، اتفاقی که افتاده، ولی بازم خدا رو شکر به خیر گذشت. میتونست از این بدتر باشه. حاج آقا الان به خیر گذشته، فردا و روزای بعدش ممکنه به خیر و خوشی نگذره ها. با اجازه شما و هیئت امنای محترم مسجد یه اطلاعیه میذارم پشت در ورودی که دیگه بچه‌ها حق ندارن پشتونو بذارن تو مسجد. حتی اگر بخوان نماز بخونن یا مکبر وایسن؟ خیر حاج آقا، ادای فریضه که علاهده است، کوچیک و بزرگ نداره. بنده منظورم توپ بازی و این بدعت جدیدیه که برقرار شده. اصلا نصیبه کرده ای عربی. بهروز دیگه نمیشه خرابکاری رو درستش کرد. امشب باید تو خیابون بخوابم. نگران نباش، بیا بریم خونه ما. همش تقصیر منه. دیگه کاریه که شده، فقط کسی اون ور آفتابی نشه. وای خونه منو بلدن. امشب میارم منو زندان. نمیخواد دلتون ناراحت باشه. حاج آقا اهل این حرفا نیست که بخواد تو لو بده. پول شیشه ها رو کی میده؟ زمان یکی که حساب نکنیم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. این 2-3 هفته ماشینه شده عینه‌هو جارو برقی. هر چی پول در میارم و میخوره. بیا عزیزم. آخه نداره بابا. میدونم کمه، ولی حالا پیشت باشه. انشالله ماشینه بازی در نیاره، به موقع پول تو جیبی تو بهت میدم بابا. بیا بابا. کیه؟ بله شما؟ من پسرشون هستم. با من کار داشتن بگو نیست. بله هستن، یه لحظه با شما کار. بله. سلام علیکم. بله اجازه بدین خواهش کنم. وقتی میگن مشاوره اسمش روشه، یعنی همه خانواده باید ساپورتیو عمل بکنن. ساپورتیو عمل بکنم؟ مگه قشون کشیه؟ ای بابا نمیشه که تو نیای، باید بیای. من هیچ جا نمیام. سلام. سلام عزیزم. شام تو فویل گذاشتم تو یخچال. برو لباس عوض کن. صدای منو میشنوین؟ عزیزم ما اگه حرفی میزنیم به صلاح خودته. من دیگه هیچ مشکلی ندارم.
بابا جونم تو از اولش هم مشکل نداشتی. اگر تو این چند روز فقط یه بار بعد از اون از جلوی مسجد محل پایینی رد می‌شدین می‌فهمیدین که من هیچ مشکلی ندارم. مسجد محل پایینی؟ اطلاعیه رو خوندی؟ چرا؟ خوندم. پس اینجا چی کار میکنی؟ بفرمایید. اومدم پول شیشه رو بدم. لازم نکرده. خود حاج آقا تقبل فرمودن. من شیشه رو زدم شکوندم. دیگه فرقی نمیکنه کی این دسته گل به آب داده. آب ریخته رو که نمیشه جمع کرد. میفهمی؟ حرفای شما رو میفهمم ولی اومدم پول شیشه رو از جیب خودم بدم. آقا جان برو برس به کارت، انقدر سر به سر من نذار. مسجد که نخریدید. خریدید؟ آقا وحید آدم با بزرگتر که اینطوری صحبت نمیکنه که. من فقط می‌خواستم وحید معلوم است کجایی؟ 2 ساعت الاف توییم ما. من که از 1 کیلومتری مسجد دیگه رد نمیشه. حالا کی گفته قراره بریم مسجد؟ زنگ فوتبال جدید پیدا کردید؟ قراره حالا یه نفر رو جا بیاریم. حاضری؟ تعاونی. باسی اینجا پیداست تو بخوری. نفهمیدم. چی گفتی؟ من تو بابا چیگام بود. این میدونی چیه؟ گه چه دیگه؟ اون که مخ توه. این جای صورت بچه پرویی مثل توه. پول هیکلت نخور. من خودم تکواندو بازم. یه دونه میزن. اینا رو بردار ببر بذار تو زیر زمین. زیر زمین چرا؟ شما کاریت نباشه. یه دقیقه جای بچهای خودت فرضشون. مشتی بچهای منو با این با اونا مقایسه نکن. خب چه فرقی داره؟ مگه مجید و خسروی خودتو تو همین مسجد از کله سحر تا غروب از این دیواره مسجد بالا نمی رفتن؟ اونا کدوم شیشه رو پایین آوردن؟ به کی بی احترامی کردن؟ یه نفر پیدا شد از اونا شاکی باشه؟ والا چی بگم؟ مشتی آره والا گناه دارن آخه. التماسم کردن این دروازه ها رو بهشون نمیدی ها؟ بچه خیلی به من لطف کردی. دستتون در نکنه. پس رفیق با چه دردی میخوره؟ یه شعری میخون مشنمت یار زبونی و جونی و اینا. آخ جون بچه بالاخره تونستم بنده کفشو ببندم. ما چی میگیم؟ تو چی میگی؟ ثابت که برای دوستش همه کاری میکنه. همه کارم نکردی. فقط حواستو جمع کن با پات چوب نزنی. بقیهش طلب. چقدر تیکه میندازی؟ حالا که اینطور شد خودم میرم توی دروازه ها رو هم مشروبت بگیرم. دیگه زمینی نمونده که بریم توش بازی کنیم. شما اصلا نمیخواد بیاید. خودم تنهایی میرم توی دروازه ها رو میارم. منم باید میام. منم هستم. حالا هر کی میاد بزنه قدش.
شمت. سلام به روی ماهت بلمون. را گم کردی بابا؟ اومدم توی دروازه ها رو ببرم. آقا جان من که گیری ندارم، اما به خیالم که تیر دروازه ها نباشه. نباشم؟ اونا که پا در نمیارم برم. حکما همینطوره که شما میگید، اما من ستون دمینه ورشون میداریم میای. ورشون میدارین؟ از کل قشونم با خودت آوردی یا؟ من چیزی نمیدونم. اگه الان بفهمن شما ها اومدین شر به پا میشه. برین خونه ها. هیچ که نمیفهمه من شمت. اصلا شما برین تو اتاقتون. بابا جون من دارم با زبون آدمیزاد با شما ها صحبت میکنم. فشار نده که سخون دارم میشکنم. بیا میره تو دیگه بیا بچه ها من توپو پیدا کردم. پس کوچش دروازه ها نبود. شمت شما ندیدی دروازه ها رو؟ من؟ والا چی بگم؟ من که چشام سویی نداره. شاید قبلا اومدیم بردین یادتون نیست. آقا وحید شما صبحی اومدی دروازه رو نبردی؟ مشنمد من؟ آره آقا جان که سر پول شیشه ها حرفتون شد گذاشتی رفتی؟ نه مشتی من نبودم. تو صبح اومده بودی اینجا پول شیشه ها رو بدی؟ این یوها اشتباه میگیره. شماها چرا باور میکنی؟ وحید فیلم بازی نکن. اومده بودی یا نه؟ همینطوری اومدم یه سرگوش یاد بدم. با تعاونی دعوام شد اومدم بیرون. دروازه ها رو تو برداشتی؟ مریضم ورشون دارم بعد با شما بیام پسشون بگیرم. حتما قبلتر اومدین بردین یادتون نمیاد. خب دیگه من باید برم. من میرم سلاشکالا رو گیرم. منم باید میام. بیارید بچه ها کجا رفتی؟ بیر ببینید چه حالی میده با بنده واسه یه پاتو پازه. شما زبون خوش سرتون نمیشه نه؟ مطمئن بودم سر کلتون پیدا میشه. حالا نه آقای حائری هست که ازتون طرفداری کنه، نه مشتمت که قربون صدقتون بره. من موندم و شماها. اون توپو بده من. مگه کری؟ بهت میگم اون توپو بده من. مشیمت! چی شده؟ مشیمت بودایی بیای! یا بابل حواهش چه بلایی سرش اومده؟ هیچی مشنمت. یعنی هیچی که نه. داشت تو پا ما میگرفت یه دفعه افتاد تو حوض. ای خدا چقدر بهش گفتم اینقدر مته به خشخاش نذار. حالا بیاین کمک کنیم بیاریمش بیرون. نه بیشتر زنیم. یادتونید دکتر سام چی گفت؟ شاید ضربه مغزی شده باشه. پس یکی بره زنگ بزنه به 110. 110 که پلیسه. زنگ بزنیم 125. 125 هم که آتش سوزانیه. بعد زنگ میزنیم اورژانس 115. آخه چه به سر خودت آوردی؟ اورژانس چیکار کردی با خودت مرد مومن؟ بچه اینجاست. چی
شدی بابا جان؟ وحید همه چی تموم شد. تعاونی زنده است. تعاونی دیگه کیه؟ امیده. چی میگی وحید؟ همون آقایی که افتاده بود تو حوض میگه. بابا به خدا خود امیده. نگاش کن. آره خیلی شبیه آقا امیده. اینا همون مصطفی و مجتبی پسرای آسد کریمن. اون دوتای دیگه هم پسرای آقای صمدپور. همین بنده خدایی که شما بهش میگین آقای تعاونی. توی همین مسجد روزشون رو شب میکردن. همبازی بودن با هم موقعی که همسن و سال شما بودن. هنوز که هنوزه چشم به راهشونم. شما که اومدین یه لحظه فکر کردم که اونا برگشتن. نعمت خودشون کجا؟ خودشون مفقود الاثرن. از سال 65 شلمچه عملیات کربلای 5. باید از بچه ها ممنون باشین که به موقع اطلاع دادن و الا معلوم نبود که چه اتفاقی میافتاد. سلام، احوال شما چطوره؟ بفرمایید. آقا ما شنیدیم قصد آبتنی داشتین. امر می‌کردین حوض پر می‌کردین براتون قبلش. خدا رو شکر دکتر گفت خطر رفع شده. انشالله که دیگه بلا دوره. خدا بخواد فردا صبح مرخصی. بیاین جلو. داخل پا. آفرین. خود پرت است. فوتبال انقدر خوشحالی داره. خدا شاهین اومدی بابا؟ ببین چی اومده.
بفرمایید تحویل بگیرین. اینم تیر دروازه هاتون. من یدمن قرع الباب یلج. اینو پیامبر گفتن. هر که دری را پیوسته بکوبد سرانجام وارد خواهد شد. بیاین دیگه. خواهی که رسی به کام بردار 2 گام. 2 گام برداریم بیاین تو دیگه. چرا معطل میکنی؟ خب آقا امید حاضری دیگه ها؟ بله. باریکلا. پس برو اونجا دیگه آماده شو. چشم. امید معذرت میخوام، نمیخواستم اون حرفا رو. گذشته یار جونی. امید اون بابات نیست داره میاد؟ آره خودشه. حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر سبحان الله